الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين وعلى صحبه الطيبين وعلى آله الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وأحكم الحاكمين: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. صدق الله العظيم. آیات مبارکات از سلسله آیت های سوره هود و مشخصا صحبت در امتداد صحبت گذشته یا دو صحبت گذشته در مورد داستان حضرت نوح علیه السلام و پندهایی که از این داستان میگیرد انسان و اشارات و کنایات قرآنی برای انسانها از این داستان حضرت نوح علیه السلام و تأکید الله متعال بر ارزش‌های والایی که انسانها در تمام جوامع و در تمام ادوار تاریخ ارزش‌های والا را مشترکاً حمل می‌کردند که در رأس و در اساس و در صلب این ارزش چیز بوده؟ یکی هم توحید بوده و به گونه‌های مختلف یعنی انبیا علیهم السلام توحید را برای امت‌هایشان رسانیدند. همچنین از درس‌هایی که در این آیات مبارکه ما دانستیم این که هیچگاهی انبیا علیهم السلام عقاید خودشان را برای کسی دیگری به زور تحمیل نمی‌کردند، بلکه میگفتند که زمین جایی است که در این هر کس زندگی میکنه. همون قسمی که در این زمین شما کسانی که مؤمن نیستین زندگی میکنین، ما هم زندگی میکنیم، پس بیاین یعنی در امورات ما فشار وارد نکنین و سبب زجر و اذیت ما نشوین. فلهذا وقتی که همچین چیزی هست، پس برای عقیده یک نبی یا یک پیغمبر کسی دیگری را که مؤمن به عقیده از او نیست زجر و اذیت نمیکند. و چیزهایی که در تاریخ اسلام اگر نقل هست این ارتباط با تحمیل عقیده به هیچ وجهی نداشته، بلکه قضایای دیگری بوده، جنگ‌هایی بوده یا حالت‌ها و شرایطی وجود داشته که هر کدام از او بحثی مفصل و جداگانه است. و در قرآن عظیم شان ما در تعالیم والای مقدس اسلام هم این امر شده که عقاید مخصوصی باوری هر فرد هست و کسی او را برای کسی تحمیل نمیکنه، اما تنها برای از او دعوت میکنه. در امتداد سخن حضرت نوح علیه السلام برای فرزندش همونطوری که شنیدیم گفت فرزندش را که دعوت کرد و گفت که بیا با ما در کشتی بشین و اشاراتی به تفسیر عرفانی این آیات از زبان مولانا هم داشتیم که بسیار به زیبایی و به شیوایی ای را بیان کرده بود. یعنی مثلا حضرت نوح علیه السلام همچنین اشاره داشت در این قولش که یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ای فرزند ما بیا با ما باش و با کافرها نباش. این در اینجا چی کرد حضرت نوح علیه السلام؟ یعنی حضرت نوح دلتا یعنی انسانانو تا کیفیت د میراث بیان کوي. مثلا کله چې وایي چې یا بنی یرکب معنا ایزویا راز مونږ سره او په کشتي کې کېنه ولا تکن مع الکافرین او کافران سره یو ځای مه کېږه، دا داسې بیان کوي چې
یعنی حقیقی میراث دا کم پول یا کم پیسه چی سره پریدی اخپل کورنی تا اخپل زوی تا اخپل لور تا دا حقیقی میراث دا نده دا یو عرضی فانی ده زایل کیگی او میراث حقیقی ایمان ده نصیحت ده چی یو پلار اخپل زوی تا اخپل لور تا اخپل کورنی تا نصیحت پریدی دا میراث حقیقی دا ده هم دې دپاره حضرت نوح علیه السلام خپل زوی ته دا نصیحت وکړو او مونږ ته دا مسله بیان وکړو چې مونږ هم باید دا لار ونیسو او هر مؤمن باید ناصح وي ناصح امین وي. همچنین الله متعال در این آیه مبارکه بعد میگوید که اینجا یک آیتی هست بسیار از ناحیه بلاغی یعنی از ناحیه ادبی بسیار یک آیتی است که مفسرین بیان کردن که بسیار زیبایی زبان قرآن را بیان میکنه برای کسانی که وارد در ادبیات و در فهم قرآن هستند. وقیل یا ارض ابلعی ماءکی و گفته شد ای زمین فرو بکش آبت را و یا سماء اقلعی و ای آسمان باز است توقف کن و غیض الماء و چشیده شد آب و قضی الامر و کار تمام شد و استوت علی الجودی و کشتی بر کوه نشست و قیل بعدا للقوم الظالمین و گفته شد که دوری باد برای قوم ستمگار و ستم پیشه یعنی برای قوم ظالم. هر کلامی از این یعنی نمادی از جمع قدرت الهی و اینقدر یک داستان دور و دراز را در چند کلمه الله متعال بیان میکند. گفته شد که ای زمین فرو بکش آبت را و همچنین گفته شد که ای آسمان توقف بکن. قدرت الله متعال و کیفیتی که طوفان رخ داده که از بالا و از پایان در همین منطقه محدود همونطوری که بیان کردیم طوفان حضرت نوح علیه السلام مربوط یک منطقه محدودی میشد. و استوت علی الجودی، جودی در اینجا امو کوهی را میگن که در اون منطقه بود و یک کشتی در اونجا لنگر انداخت. همونطوری که در صحبت عرفانی حضرت نوح برای فرزندش چی گفت؟ گفت من رفتم بچهش گفت من رفتم در آن کوهی بلند که امانم میدهد از هر گزند. هن مکن بابا هن مکن که کوه کاه است این زمان جز حبیبی خیش را ندهد امان. یعنی این کوه در حقیقت جایی است که برای حبیبش برای حضرت نوح علیه السلام تعیین شده. این جایی است که ما در اینجا مؤمنین لنگر بیاندازیم و پس یک زندگی جدیدی را در اینجا با هم یک تعدادی که هستیم و با یک تعداد حیواناتی که نقل کردیم و یک زندگی دیگری را پس ما در اینجا بعد از رفتن و زوال شما قوم فاسد و ستم پیشه که حکم و داوری الله متعال در شأن شما نافذ گردیده ما آغاز بکنیم. و قیل بعدا للقوم الظالمین، یعنی یک سلسله از زندگی ایمانی دیگری را این مؤمنین در اینجا به رهبری حضرت نوح علیه السلام آغاز کردند تا اینکه اینها بودن و بعد از این باز شیطان رخ نکرد و باز شرک و باز عقیده و باز توحید رخ ندید و صحبتش را الله متعال در داستان‌های دیگری میکنه. همچنین در اینجا اشارتی هست که گفته بودیم در سابق که از داستان حضرت نوح محکومیت و بسیار بد بودن واسطه و واسطه بازی را انسان میفهمد که حضرت نوح علیه السلام مثلا یعنی اشاره شد از حضرت نوح که گویا نوعی از شکوه بسیار آبرانه برای الله متعال در رابطه با فرزندش مثلا داشت. گفت و نادا نوح ربه و ندا کرد نوح پروردگارش را فقال ربی، پس گفت ای پروردگار این ابنی من اهلی، هر آینه فرزند من از جمله اهل من هست و این وعدک الحق و هر آینه وعده تو حق هست و انت احکم الحاکمین و تو حکم ناکننده ترین حکم کنندگان هستی. اینجا حضرت نوح حتی ادبا مستقیم از الله متعال چیزی نخواست و حرفی هم، اما اشاره گفت که این ابنی من اهلی، چون الله متعال در آیه قبلی بیان کرده بود که ما اهل تو را نجات میدهیم، اما گفته بود الا من سبق علیه القول، مگر او یک تعداد از خانواده تو که قول حکم سری از اونها رفته، اونها از جمله یعنی قوم ظالم گردیدن که او یکیش بچهش بود و یکیش از همسر حضرت نوح علیه السلام بود. و در همین هم اشاره است که یعنی همسر بدون شک از اهل بیت انسان هست و اساس اهل بیت را تشکیل میدهند. پس اختصار کردن و حصر کردن اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم در نواسه ها و در اولاد و کشیدن همسرها این چیزی است که مخالف حتی یعنی ادبیات قرآنی هست. و این وعدک الحق و وعده تو حق است حضرت نوح گفت و انت احکم الحاکمین.
داوری هم به سوی تو الله متعال هست. تو چیزی را که حکم میکنی. ما گفتیم که میگن حسنات الابرار سیئات المقربین. انسان ها در ایمانشان مراحل مختلفی دارند. یک انسان مقرب هست، مقرب بسیار نزدیک است به پیش الله متعال و انه لمن المقربین، نزدیک است. فرعون هم قسم برای یک تعداد نفرا گفت که ساحرا برش گفتن که چی میتی ولی ما چی میشیم؟ گفت انکم اذا لمن المقربین، شما نزدیکترین کس به قدرت و به پادشاه و در کنار فرعون قرار میگیرید. همین قسم در جانب دیگر، در جانب ای، در جانب شر، در جانب خیر هم مقربین انبیا هستند و در خود مقربین هم تفاوت وجود داره، یعنی رسولی اول العزم و اینها هستند. و ابرار انسان های نیک. هر مقرب ابرار هست، هر ابرار مقرب نیست، یعنی چون بالاتر هست. یک نفری که خیر زیاد داشته باشه خیر کم را میگیره، یک نفری که خیر کم داشته باشه اون روز لازم نیست که حتما خیر زیاد داشته باشه، شامل از او حال از او شود. فلهذا ابرار انسان های نیکوکار و بر و اونها هم از ما مردم های بلندتری هستند. چیزهایی که نیکی در حق ابرار شمرده می شود در حق مقربین حتی یک نوع گناه شمرده می شود. از این جهت شکوه و شکایتی که حضرت نوح کرد که حتی بر زبان نیاورد اگر ما شما بکنیم عادی هست، اما برای حضرت نوح یعنی یک نوع سرزنش و عتابی شد ای کارش و الله متعال ایره در اینجا پشدار داد و گفت که قال یا نوح، گفت خداوند ای نوح انه لیس من اهلک، او از اهل تو نیست. انه یعنی فرزند تو، لیس من اهلک از خانواده تو نیست. دیتا زوی دیتا کورنی نده، دیتا اهل نده. انه عمل غیر صالح، اگه غیر صالح عمل ده، او یک عمل غیر صالح است. اینجا الله متعال ببینیم انسان را جانبی در جانبی جسمیش را کاملا محو میسازه، جانب روحیش را میگیره. چی میگوید؟ انسان را مرکب در حقیقت تعبیر میکنه از انسان عبارت از عمل هست. نگفت که انه عامل غیر صالح، او یک عمل کننده غیر صالح است، نه، گفت انه عمل غیر صالح، او در حقیقت خودش یک کانی از غیر صلاح بودن هست، او خودش عمل غیر صالح است. اما بچه او فرزند انه عمل، ای برادر تو همان اندیشه ما بقیت استخوان و بیشه، استخوان و ریشه، اونمو فکر و اندیشه است که تو را حرکت میکنه. توی عبارت از یک عمل هستی. انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم، پس پرسان نکو از من او چیزی را که تو علم نداری و ندانستی. الله متعال لازم نیست که برای تمام انبیا علیهم السلام هر چیز را بفهماند و بگوید. انبیا از این خاطر میگن ما حدود و علم ما یعنی مشخص است. پس ببینید چی طور وقتی که یک نبی تمامی در قضایای خانوادگیش گاهی اوقات غیب از او فوت باشد، پس چطور یک ولی میتونه که غیب را بفهمد وقتی که یک نبی در قضایای خانوادگیش غیب از او پوشیده بوده باشد؟ و الله متعال بگه فلا تسألنی ما لیس لک به علم، و سوال نکن از ما چیزی را که تو علم نداری. پس یک ولی چطور میتواند که غیب را بفهمد؟ ما پیشتر بیان کردیم که قبلا که غیب هم نسبی است، یعنی ما در اینجا مقصود ما غیب مطلق و غیب اکثر و غیب اعظم است، چیزی که مخفی است. انی اعیدک ان تکون من الجاهلین، ما تو را پند میدهم اینکه تو از جمله جاهلین بوده باشی، یعنی نباش از جمله جاهلین به حرف حضرت نوح. چون حضرت نوح مولانا بسیار تعبیر زیبا میکنه از شکوه حضرت نوح گفته او پس از اینکه بچهش برزی گفت بابا بارها این گفته ای، باز میگویی به جهل آشفته ای، بس جوابی سرد بشنودی بسی. بسیار جوابهای سرد از هر کسی شنیدی، باز میگویی که این صحبتی تو در گوش من تاثیر نکرد و این دمی سردی تو در گوشم نرفت. خاصه که اکنون شدم دانا و زفت، من امروز که جوان است و میگه پیتر با کی میگیرم. برای همچنین میگفت او پندی لطیف، همچنین میکرد این دفع عنیف. گفت بابا چی بود که تو اگر بشنوی یک بار این پندی پدر. این حرفا تاثیر نداشت و قضیه شد و رفت و غرق شد. بازم اولادهم به دل میگه که چشم اگر بیناست نابیناست جایش بر سر است. یعنی اگر اولاد هست بالاخره. حضرت نوح چی گفت؟
این ابنی من اهلی، فرزند ما از جمله خانواده ما است. گفت نوح ای خداوندی کریمی بردبار، مرا خر مرد سیلت برد بار. مثل یک مسافری که در این وطنهای ما شما یاد داشته باشیم شامی میشه و باری داره بالای مرکبش و سیل روی میآید و هیچ کسی نیست و بچه جوانی نداره که او را کمک بکنه و مرکبش تیر شد و مرکبش و بارش را سیل میبره و تک و تنها میمانه و منتظر روز هست و خطر. امثال از یک فلاکت هایی که انسان هایی که اگر هم خاطرات خود در پرتایم حتی در نزدیکترین تفاوت عمری خودی را درک میکنیم و میفهمیم. گفت نوح ای خداوندی کریمی بردبار، مرا خر مرد سیلت برد بار. وعده ها کردی تو دایم مرا که بیابد اهلت از طوفان رها. دل ببستم بر امیدت ای سلیم، پس چرا بربود و سیل از من گلیم. من امیدی داشتم بازم، اما چرا سیل گلیم مرا برد، مرا غرق کرد در حقیقت. گفت اینو گفت او از اهل و خیشانت نبود، خود ندیدی تو سفیدی او کبود. یعنی تفاوتی در رنگهای روحی شما وجود دارد. چون باز در دیگه جا میگوید چون که دندانت چو کرمش در فتاد، نیست دندان برکنش ای اوستاد. وقتی که در دندان تو کرم میداره خلاص دندان نیست، نمیتونه بگوی دندان مسئوله بگذاره. در اینجا الله متعال اشارات زیادی به سوی ولا و برا و به سوی اینکه انسان در راه حق قضیه فرزندی و قضیه نسب، قضیه حسب مقدم میشه بر نسب. از همین جهت میگوید که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند، پی نیکان بگشت و مردم شد. چون که دندانت چو کرمش در فتاد، نیست دندان برکنش ای اوستاد. تا نگردد باقی تن زار از او، گرچه آنی توز شو بیزار از او. اشاره حضرت خداوند که برای حضرت نوح رسید. حضرت نوح چی کرد؟ قال رب اینی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. وقت خدا گرفت، گفته ای پروردگار من پناه میبرم به سوی تو این که پرسان کنم او چیزی را که من علم ندارم. پرسان کنم یعنی اعتراض کنم در اینجا. و الا تعافیت به گناه خود، و الا تغفر لی و ترحمنی، و اگر تو مرا مغفرت نکنی و رحم نکنی اکم من الخاسرین، ما از جمله زیانکاران میباشم. نبی وقتی که گناه را احساس بکنه و معصوم نشود در بعضی حالتها، اما عصمت انبیا چیزیست، یعنی هیچ پیغمبر بدون گناه از دنیا نمی رود، یعنی بخشیده نشده نمی رود. الله متعال گناهش را می بخشد. اما گناه از پیغمبر در سرحد صغائر علما میگن سر میزند. وقتی از نبی سر بزند آیا از امام سر نمیزند؟ یعنی امام میتواند معصوم شود وقتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم یا مثلا نبی از انبیا معصوم نشود؟ گفت بیزارم ز غیر ذاتی تو، غیر نبود آن که او شد مات تو. حضرت نوح میگوید اینجا مناجات میکنه. چه زیبا مناجاتی تعبیر کرده مولانا از زبان حضرت نوح و بهترین چیز مناجات هست. پیغمبر خدا میگه الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت هست. از این خاطر پیغمبر خدا وقتی که دعا میکردن در گاه اوقات آنقدر شور میداد، آنقدر دعا را بلند میکردن، دست را بلند میکردن که زیر بغل مبارکشان دیده میشد و حتی قدیفهشان از سرشان میافتید و الحاح و خشوع میکردن در نماز، پیشانی را در سجده میساییدن. دعا میگه رسول خدا صلی الله علیه و میگه که الله متعال بنده الحاح کننده بسیار یعنی کوشنده در دعا را دوست دارد. حضرت نوح با دعا و با مناجات افتید. گفت بیزارم ز غیر ذاتی تو، غیر نبود آن که او شد ماتی تو. تو همی دانی که چونم با تو من، 20 چندانم که با باران چمن. حضرت نوح میگوید ما رابطه ما با تو ای الله متعال 20 برابر یک چمن و باران هست. زنده از تو، شاد از تو آیلی، مغتزی بی واسطه بی حایلی. متصل نه منفصل نه ای کمال، بلکه بیچون و چگونه و اعتلال. ماهیانیم و تو دریای حیات،
زنده ایم از لطفت نیکو صفات. ما ماهی هستیم که بدون بحر زندگی کردن نمیتونیم، بدون لطف و کرم تو زندگی کردن نمیتونیم. الله متعال ماهیانیم و تو دریای حیات زنده ایم از لطفت نیکو صفات. تو نگنجی در کنار فکرتی، نه به معلولی قرین چون علتی. تو در سرحد تصورات ما را میگنجی. انسان های بی‌ادبی ما هستند که در برنامه ها و در صحبت ها و اینا آنقدر به غرور و به تفرعن، یعنی به فرعونیت میرسند که علمی تو را میخواهند احاطه بکنن، تو را به عنوان یک شی و به عنوان یک ممکن تو واجب الوجود را در صحبت خود داخل بکنن و به سوی تو راه پیدا بکنن. چه قسم یک معلول میتونه واقف بر علت بوده باشه؟ یک مؤثر چه قسم میتونه که واقف بر اثر بوده باشه؟ یک مسبب چه قسم میتونه واقف بر سبب بوده باشه؟ تو علت همه چیز هستی، تو پیش از همه چیز هستی، تو اول هستی، تو مقدم هستی. پس تو چطور ما میتون نه به معلولی قرین چون علتی؟ هیچ. بلکه برعکس، پیش از این طوفان و بعد از این مرا تو مخاطب بوده ای در ماجرا. با تو میگفتم نه با ایشان سخن، ای سخن بخشی نو و آنی کهن. من این صحبت هایی که میکنم درباره قوم خود، حضرت نوح میگوید به زبان حال، این صحبت ها و این شکوه و این بس شکوه و این نجوه ها با تو میگفتم نه با ایشان سخن، ای سخن بخشی نو و آنی کهن. تو سخن بخشنده هستی که این مناجات ها، این صحبت ها از زبان ما بری تو میبره. علم خلق الانسان علمه البیان. تو بری ما بیان آموخته ای، تو ما را ناطق ساخته ای، به این نطق و به این صحبت ما را مشرف ساخته ای. پس شاد او انسانی که صحبتش صحبت ادب هست، صحبتش صحبت توحید هست، از زبانش مردم، از گزند و از زخم زبانش مردم ایمن هستن. و این ایمن بودن ها فرق میکنه. یک نفر هست یک بحثی سیاسی میکند، از این بحثش یک نفر میرنجه، کاری بدی هست، اما باز هم معقول میگوی خب بالاخره یک نفر از اشتباه کرده. بس چی بدبختانه است که از نیش و از تیغ زبان تو انبیا و اولیا برنجن و اونها بیچاره ها را از زیر قبر، از زیر مرقدشان تو استخوان شکافی بکنی یا روحی از اونها را آزرده بسازی. پس تو بسیار انسانی بی‌ادبی هستی همچین انسان واقعا. ای سخن بخشی نو و آنی کهن. با تو میگفتم نه با ایشان سخن، ای سخن بخشی نو و آنی کهن. باز مثال میدن، میگوید نه که عاشق باز میگوید سخن، گاه با اطلال گاهی با دمن. اطلال یک خانه و یک جایی که بوده باشه، مردم برون چپه شو از او ببانه، دیوارها رو اطلال میگویند. مثلا ما شما پس از اینکه وطن ما خراب شده جایی میگفتیم که اطلال شهر ما، اطلال کابل باقی مانده های از او. همین قسم یک تعداد انسان هایی که مثلا باریانشین و کوچی بودن، ادبیات عجیبی داشتن، ادبیات بسیار زیبایی از اونها مانده در زبان. می آمدن یک جای خیمه می زدن، می رفتن، کسی می بود و بالاخره در عالم اجسام یک جسم مرد با یک جسم مخالفش زنی مثلا رابطه محبت در اوج پیدا میکرد و او میرفت سوا می آمد، میدید که رفت و عاشق شد و چیزی نمانده با جز چند دانه سنگ و چند دانه میخایی که اونها خیمه را کوبیدن و رفتن. بعد این به صدا و به ناله می درآید. بعد ادیب از این دیگه ای را به تصویر میکشه، نه که چون عاشق همی گوید سخن، گاه با اطلال گاهی با دمن. روی کرده سوی اطلال ظاهرا، او کرا میگوید آن مدحت کرا. او به اطلال به سنگه ها شعر میخوانه، به میخ شعر میخوانه. او خو میخ برش مهم نیست، او خو سنگ برش مهم نیست، او معشوقش را کار داره. همین قسم ما هستم با تو در عالم ارواح. ای الله متعال حضرت نوح میگوید و مناجات ها میکند و راز و نیایش میکند و راز و نیاز میکند، سوز و گداز میکند. شکری که طوفان کنون بگماشتی، واسطه اطلال را برداشتی. شکر که طوفان آوردی که اطلال رفت، که آره من مستقیم با تو حرف بزنم، مستقیم با تو. این کسایی که باعثی با رابطه های قومی و رابطه های نسبی و خونی و فرزندی باعثی صحبت واسطه‌ای بین ما و تو میشدن، خوب شدن رفتن.
که آل بدون واسطه ما با تو حرف بزنم. شکر که توفان کنون بگماشتی، واسطه اطلال را برداشتی. زن که اطلال لعیم و بد بودن، نه ندایی نه صدایی میزدن. من چنان اطلال خواهم در خطاب، که بسان کوه واگوید جواب. من این یک صدایی را میخوام، صدای همون عاشق که صدا کنم نام معشوقه را یا نام معشوق را بگیرم، صدای من انعکاس بکنم مثل در مابین کوه. از این خاطر میگوید هر نبی زین دوست دارد کوه را، تا مثنا بشنود نام تو را. تا مثنا بشنوم من نام تو، عاشقم بر نام جان آرام تو. تا نام تو را من وقتی که صدا بکنم الله که بگویم، صدای الله را از کوه و از برزن از در باری دوم بشنوم. تا مثنا بشنوم من نام تو، عاشقم بر نام جان آرام تو. هر نبی زین دوست دارد کوه را، شاید تا مثنا بشنود نام تو را. این حضرت نوح در کوه کشتی شیشت نشست کرد. این حضرت موسی در کوه طور می رفت. این حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در غار حرا می رفت، در کوه می رفت، در این خلوت دور از این مردم و از شر و شرور مردم و در اون خلوتگاه فکری می رفتن، در اونجا تربیه می شدن تا مثنا بشنود. هر نبی زان دوست دارد کوه را، تا مثنا بشنود نام تو را. همچنین صحبت زیبایی دارد حضرت داستان حضرت نوح و اهل عرفان بسیار به زیبایی این تفسیر کردن. تفسیری عرفانی خواجه عبدالله انصاری رحمت الله علیه هم تفسیر زیبایی است. انسان ها اگر بتانن او را به دست بیارن و بخوانن چیز زیبایی هست. امثال از این صحبت های زیادی هست. و حضرت نوح علیه السلام در اینجا طلب مغفرت کرد. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات. خطاب حضرت الله متعالی چطور زیبا و چطور متنهای برابر و قالب شده که برای امریست برای انسان. یعنی قرآن چرا مفصل نیست؟ مجمل هست. مجمل بودن قرآن خودش تفصیل هست. چون اگر قرآن منطق تفصیل را در تمام جزئیات برای ما و شما بگیره، باید تمام این صحبت هایی که شده و تمام جزئیاتی که در دنیا گذشته را برای ما بیان بکنه. الله متعال میگه که نه، این کار ما نیست برای شما در مکالمه. اما میگه که اگر ما بخواهیم این قضا را برای شما بیان بکنیم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. و اگر این حکایت زمین و آسمان و خلقت و خلایق را برای شما بیان بکنیم، 7 بحر دیگه هم اگر رنگ باشه خلاصی ندارد. اما شما کلیات را بگیرید. قیل یا نوح اهبط بسلام. حتی همین آخر خطابی که حضرت الله متعال میکنه درسی است برای ما. میگه قیل گفته شد یا نوح اهبط بسلام منا، ای نوح فرود بیایی، پایان شو با سلامتی از سوی ما. سلامتی از سوی ماست، ما تو را نجات دادیم. این اسباب و وسیله و کشتی و این و آنی که تو ساختی، این کلش در دست ماست. ما شما را در این دنیا قانونی براتون گذاشتیم که با وسیله و ابزار دست بزنین، اما این شما را غافل نسازه که شما وسیله پرست شوین، شما اسباب پرست شوین. شما ماورای اسباب و وسایل را ببینین، ماورای تکنولوژی را ببینین، و عقلی که شما را به این تکنولوژی کشانده او را ببینین. شما این تکنولوژی پرست نشوین، از این استفاده بکنین و خالق متعالتان را